اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و شکر و سپاس میکنیم خالق متعال سبحانه و تعالی را که باز هم بر ما فرصت داد که در خدمت شما سروران گران قدر باشیم. دوستان عزیز، موضوع این درس ما حقوق اسماء و صفات است. حالا ما نامهای الله را وقتی سرش بحث کردیم، سر ما چی حق داره این نامها؟ الله سر ما چی حق داره؟ پس حقوقی که الله بالای ما داره، اول حق الله سبحانه تعالی است که ما اسماء و صفاتش باید یاد بگیریم و حفظ بکنیم. و وقتی ما این حفظ بکنیم چی فایده داره؟ فایده‌اش است که سبب دخول جنت ما و شما میشه. در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که لله 99 اسما. الله 99 نام داره که یعنی 99 نام از نامهای الله که در قرآن و سنت ذکر است. 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه. هیچ کسی ایره حفظ نمیکنه مگر داخل جنت میشه. حق سوم از این که است، حق اول اسماء الله که است، اول حق دانستن اسماء الله هست. حق دومش حق حفظ کردن از این نام ها هست. حق سومش حق دانستن معانی اسماء الله الحسنا هست که ما معنای این نام ها را باید بفهمیم. چرا؟ اگر معنای از ما دقیق بفهمیم، به مو اندازه که معنای از را درست میفهمیم، به مو اندازه عقیده ما به الله سبحانه و تعالی خوبتر میشه. حق چهارم زندگی کردن مطابق اسماء الله الحسنا است که در برنامه قبلی هم گفتم که ما باید مطابق نام های الله زندگی بکنیم. حق پنجم دعا کردن و توسل کردن با اسماء الله الحسنا هست. وقتی دست دعا را بلند میکنیم، هر پیغمبر میگه ربنا اللهم، و ما هم باید امی کار را بکنیم. حق ششمش در هر مشکل مطابق همون ضرورت نام از نام های الله سبحانه تعالی را بگیریم. وقتی ما مغفرت میخوایم میگیم یا الله تو ذات غفور هستی، بالای ما مغفرت بکن. وقتی رحمت الله را میخوایم میگیم پروردگارا تو الرحمن الرحیم هستی. حق هفتمش که اسماء الله الحسنا را به دیگرا برسانیم. حق هفتمش که نامهای الله را به دیگرا باید برسانیم. وقتی خود ما یاد گرفتیم و فهمیدیم، باید این نامها را به دیگرا برسانیم که هر نام الله را باید به دیگرا من حیث داعی حق برای مردم برسانیم تا مردم الله را بهتر بشناسن، بیشتر بشناسن و قلبشان به الله نزدیک شوند. بحث دیگه ما و شما در اینجا الفاظ صفات به شکل اخبار است. بعضی از صفات است که به شکل اخبار آمده که ما و شما قبلا خواندیم که الفاظ صفات به اشکال مختلف میه. قسم اول به شکل نام آمده بودن که ما و شما را گفتیم اسماء و صفات. قسم دوم الفاظ است که تنها به شکل یک صفت خبر داده شده است. بعضی الفاظ هستند که به شکل یک صفت خبر داده شدن. مثلا صفت علم، انزله بعلمه،
صفت قوت، ان القوة لله جمیعا، صفت رحمت. ببینید یا به شکل یک صفت خبر داده شده است، مثلا و رحمتی وسعت کل شیء، و صفت ید لما خلقت بیدی بل یداه مبسوطتان، صفت وجه و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، صفت ذو الجلال والاکرام، صفت ذو الجبروت والملکوت والکبریا والعظمه، صفت عزت فلله العزة جمیعا، صفت بطش این بطش ربک لشدید. بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی هستند که به شکل مضاف و مضاف الیه آمدن، پس ما امو صفات به مو شکلی که آمده هست به مو شکل او را استعمال میکنیم. مثلا فاطر السماوات، قل اللهم فاطر السماوات والارض. صفت بدیع السماوات، مثلا میگیم بدیع السماوات والارض. غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب، منزل الكتاب سریع الحساب. پس اینا را هم به مو شکل که آمده است. و بعضی از صفات الله هست که به شکل یک جمله فعلیه آمده است. بعضی از صفات هستند که به شکل جمله فعلیه آمدن. مثلا فعل خلق کردن، یخلق ما یشاء، یرزق، یکور اللیل و النهار. پس این صفاتی هستند که به شکل فعل آمده که ما و شما در بخش افعال مفصلا سر از او بحث کردیم. و بعضی از صفات الله هست که به شکل جمله اسمیه آمدن که باید ما او را بشناسیم. مثلا عدو للکافرین، بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، فلا كاشف له، قائم على كل نفس، ام نحن الزارعون ام نحن المنزلون. پس اینا به شکل جملات اسمی آمدن که ما اونا را به اون شکلی که آمده به شکل توقیفی باید چی کنیم؟ بپذیریم. بعضی صفاتی هستند که با یک قید آمدن، پس ما او را با امو قیدش استعمال میکنیم. مثلا چی هست؟ صفت مکر، خیر الماکرین، بهترین برنامه سازان. پس به این شکل. و قسم هشتم نصوص است که نه به شکل نام و هم به شکل نه به شکل صفت آمدن، بلکه مثل شیء موجود، قائم بنفسه، معلوم. اینا را ما با مشکل استعمال میکنیم. و مهمترین نقطه در قسمت این که ذات و صفات افعال خالق و ای که کیفیت از او مربوط غیب میشه، چون ما غیب نمیفهمیم در کیفیت صفات الله زیاد بحث نمیکنیم. بعضی از صفاتی است که در قرآن آمده و او مربوط صفات الله نمیشن. بعضی الفاظ که مربوط نام ها و صفات الله نمیشن و بعضی ها آن را اشتباها داخل میکنن. و مثلا بعضی از اسمهای جامده هست، مثل قبلا با شما کلمه الدهر گفتیم. و بعضی از نام ها هستند که به خاطر شرف و عزت به الله سبحانه تعالی نسبت داده شدن. بعضی از نام هاست که اینا به خاطر عزت به الله نسبت داده شدن. مثلا بیت الله، چرا که عبر بیت الله میگن؟ به خاطر عزت به او الله نسبت داده شدن که به مفهوم مالکیت و تشریف است. یعنی بیت الله معنایش میشه که این خانه بسیار با شرف است و به مفهوم مالکیت است که مالک از الله است. نسبت عبد به الله، مثلا سبحان الذی اسری بعبده، در این آیت به خاطر شرف و عزت عبد به الله نسبت داده شده. و این دو خصوصیت به خود میگیره. خصوصیت اول ای است که مالک از این بنده الله هست، مالکش الله هست، و دیگر ای که این بنده بسیار دارای عزت است. همچنان مثلا شما روح ببینید، روح هم در آیات روح انسان الله به خود نسبت داده. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. پس اینجا این به خاطر چی شده؟
به این اساس اضافت یا نسبت روح این مخلوق دو خصوصیت به خود میگیره. یکی که مالک روح الله هست و دوم که این روح دارای عزت و کرامت است. و همین قسم وقتی که مسیح عیسی علیه السلام میگه که و روح منه، این هم به خاطر از این است که مالک عیسی مسیح الله هست و به خاطر از که عیسی مسیح مخلوق است و مخلوق با عزت است، یک پیغمبر است. و حتی ناقة الله در قسمت شتر گفته شده است که این ناقة الله یا شتر الله هم وقتی که نسبت داده میشه برای الله سبحانه و تعالی مضاف شده است، پس به خاطر از اینکه این شتر یک شتر معجزه هست. پس ما وقتی که این نام ها را میبینیم که مثلا بیت الله، الله به خانه نیاز نداره، پس چون این خانه را به الله گفته خانه الله، بیت الله، به خاطر از اینکه این خانه دارای عزت و عظمت شوه و فهمیده شوه که مالک از این خانه الله هست. یعنی دو چیز باید در این قسمت در نظر گرفته شوه. وقتی که یک کلمه، یک مخلوق به الله نسبت داده میشه، دو خصوصیت به خود میگیره. یکی که مالک از این مخلوق الله هست، پس بیت الله مالکش الله هست. و دوم خصوصیت چی است؟ که این خانه به خاطری که به طرف الله نسبت داده شده، مضاف شده، این یک عزت خاصه پیدا کرد. همین قسم عیسی علیه السلام که روح الله هست، نسبت روح به الله شده، روح مخلوق و نفخت فیه من روحی. حتی از ما مخلوقات روح ما به طرف الله نسبت داده شده است. پس این به خاطر از اینکه مالک از این روح الله هست و به خاطر از اینکه این روح مخلوق که است، انسان که است، روحی بسیار با عزت است، باید این با روح مخلوقات یک قسم فکر نکنیم. این روح الله یک عزت خاص داده، مالکش الله هست. و همچنان عیسی را روح الله میگن. چرا؟ به خاطر که مالک عیسی علیه السلام خالقش الله هست و عیسی علیه السلام یک عزت خاص داره که پیغمبر الله هست. و ناقة الله شتر الله به خاطر ازی که این شتر معجزه هست، مالک ازی الله هست و به خاطر ازی که یک عزت خاص داره که شتر معجزه هست، شتر صالح علیه السلام. دوستا در این قسمت روح الله وقتی که نسبت داده میشه، بعضی کسا در اینجا به اشتباه میرن و یک سخن بسیار شرکی و کفری را میگن. او فکر میکنن که وقتی میگه و نفخت فیه من روحی، روح انسان مثلا الله به طرف خود نسبت داده، مضاف کرده، اینا فکر میکنن که العیاذ بالله الله قسمت از روح خود گرفته و در جسم انسان داخل کرده. این گپای فلاسفه است که اینا حقیقت نمیفهمن، چون روح مخلوق است. روح مخلوق است. الله سبحانه و تعالی نیاز به روح نداره و ما کلمه روح و جسد به خالق متعال نسبت نمیتیم. الله منزه و پاک است و غیر محتاج است به این چیزهایی که مخلوقات به او محتاج هستند. پس چرا این روح به طرف خود نسبت داد؟ روح الله گفته شده. به خاطر دو چیز گفتیم، به خاطر از اینکه این عزت و کرامت بده و به خاطر اینکه برش ما بفهمانه که این مخلوق الله هست. پس عقیده صحیح و درستی است که روح مخلوق است. و نفخت فیه من روحی، الله میگه من از روح خود این به خود نسبت داده، روح الله در بین ازی نفخ کردم. نسبت روح به الله به خاطر عزت دادن به روح و نسبت روح به الله به خاطر که مالک از این روح الله است و روح مخلوق است. و این سخنی که مثلا مردم فکر میکنن، بعضی از کسایی که عقیده توحید درست نمیفهمن، اینا فکر میکنن که اگر نسبت روح برای روح مخلوق به الله شده است، به این معنا هست که العیاذ بالله الله از روح خود در وجود از این دمانده. نه خیر، روح خودش مخلوق است و الله سبحانه و تعالی به روح نیاز نداره. ما مخلوقات هستیم که به روح نیاز داریم. ما مخلوقات هستیم به جسد نیاز داریم و الله لیس کمثله شیء و آن چیزی که مخلوق به او نیاز داره، الله صمد است، بی نیاز است و به او نیاز نداره. پس دوستان عزیز، خلاصه ای که ما در صفات الله سبحانه و تعالی باید به شکل توقیفی عمل بکنیم. صفات الله را به اون شکل بشناسیم که در قرآن عظیم شان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و ذکر شده. این صفات زیادت و نقصان نکنیم
و امی صفات به مو شکلی که استعمال شده به مو شکل به شکل توقیفی او را ما بگیریم و استعمال کنیم. اگر این صفات به شکل اسماء و صفات باشه به شکل اسماء و صفات رو استفاده میکنیم. اگر به شکل فعل آمده باشه یخلق و یرزق و یحیی یمیت ینفع و یضر، پس ما مطابق امو قسمی که استعمال شده امو قسم ما او را استعمال میکنیم. و اگر به شکل مضاف و مضاف الیه یا جمله اسمی یا جمله فعلی است به مو شکل استعمال میکنیم. و ما حق نداریم از او افعالی که به شکل مضاف و مضاف الیه یا به شکل جمله اسمی یا جمله فعلی هست ما از او اسم فاعل بسازیم و او را به الله نسبت بدیم، چرا علما میگن این توقیفی هست، بلکه در اسماء الله مو شکل توقف میکنیم که در قرآن و سنت ثابت است. و اگر بیشتر در این زیادت میشه باز را الحاد در اسماء الله میگن و باید و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، و الله میگه کسایی که در نامهای الله الحاد میکنن شما اونا را ترک بکنین. یعنی شما مثل از اونا در نامهای الله بعضی اضافت ها رو نکنین. و متاسفانه بعضی کسایی هستن که کلمات عاشق و یا کلمات معشوق و یا کلمات خمار و بعضی از کلمات دیگه که نهایت بی‌ادبی در مقابل خالق متعال محسوب میشه بعضی از کلمات استعمال میکنن. ما حق نداریم که چون کلمه عاشق و معشوق و خمار و خامر و اینا العیاذ بالله اینا در قرآن و سنت ثابت نیستن، در این قسمت ها بسیار باید احتیاط بکنیم تا ما بتانیم که عقیده توحید خدا در باب اسما و صفات به شکل درست داشته باشیم و حقوق اسما و صفات باید مراعات بکنیم. یعنی به مو شکل حقهای اسماء الله را که حق فهمیدنش است، فهمیدن معنایش است و مطابق از او زندگی کردن است، و همچنان حقی که باید این اسماء الله سبحانه و تعالی را بر دیگران برسانیم تا مردم همه وقت اسماء الله فهمیدن و معنای از او را فهمیدن محبت الله در قلب مؤمنان حاصل میشه و الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که نامهای الله را به مو شکلی که الله سبحانه و تعالی خودش برش شایسته هست و خودشان بر ما بیان کرده است امور الله متعال ما را توفیق بده که بفهمیم و با فهمیدن نامهای الله محبت الله در قلبهای ما حاصل شود و الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را امی که توفیق داد که ای بابا بخوانیم و نامهای الله را دقیق بفهمیم، توفیق بیشتر بده که هر نام 99 نام الله را یک یک بفهمیم و معنای هر کدام از او را یک یک بفهمیم و الله برای خطبای ما و برای علمای ما توفیق بیشتر نصیب بکنه که در خطبه‌های خود نامهای الله سبحانه و تعالی را تشریح و توضیح بکنن، برای هر نام از او یک جمله را تخصیص بدن و رو مفصل با آیات و احادیثی که در این باره ذکر شده تشریح بکنن و موجبات از او را، تقاضای از او را که ما چه قسم مطابق از او زندگی بکنیم این را تشریح بکنن و به این شکل ما بتانیم که مؤمنین واقعی با شناخت خوب الله سبحانه و تعالی باشیم. دوستان عزیز، این بود برنامه عقیده در پرتو قرآن و سنت که خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند تقدیم کردیم. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان و سروران قرار میگیریم، شما را به ذات خالق یکتا میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك